میگن آقای خامنه‌ای تو مقصری، تو کشور رو به جنگ کشوندی، تو باعث شدی، سیاست‌های تو باعث شده. بگو تو این 200 سال اخیر که آقای خامنه‌ای قبلش نبود و جمهوری اسلامی نبود، تو ایرانی کی پیروز بودی؟ ترکمنچای پیروز شدی، گلستان پیروز شدی، در قرارداد آخال پیروز شدی، در معاهده پاریس پیروز شدی. همه رو شکست خوردی، کشور خاک جدا شده، قفقاز جدا شده، باکو جدا شده، هرات جدا شده. تو قاجار پیروز بودی، تو پهلوی پیروز بودی. تو جنگ جهانی اول کشور اشغال نشد که شد، تو جنگ جهانی دوم نشد که شد. ارتش نداشتی اشغال شد، ارتش داشتی اشغال شد. 1296 و 98 2 سال قحطی بزرگ، بیش از 3-4 میلیون ایرانی کشته شدن. برید کتاب قحطی بزرگ پروفسور مجد رو بخونید که مادرهایی که شیر نداشتن به بچه‌شون بدن لجن و علف می‌خوردن که بدون بچه شیر بدن. نسل کشی شد در اینجا. کی تو گذشته پیروز داشتی؟ شما میای حافظه تاریخی جامعه رو پاک می‌کنی، جامعه‌ای که حوصله نداره بخونه اینا رو. بعد میای بگی ببین امروز محکومی تو. محکومی که شکست بخوری، محکومی که مقاومت نکنی. راه حل چیست؟ راه حل فهم تاریخی فرآیندها، فهم راهبردی از تاریخ.